به تخمم. سلام به دختران پسران سرزمینم، سالم و شاداب باشید. بریم سراغ ویدیو. اعتراف اول. سلام بچه، دخترم 19 کرج، خیلی خوشبختم. سیستر من میشه راهنمایی کنید لطفاً؟ چشم. من نسبت به همسن و سالام تا حالا هیچ کاری نکردم. اترس کونتم. نه سیگار کشیدم، نه با پسر رفتم بیرون، نه ریل داشتم، نه پورتی رفتم، نه دنبال این چیزا بودم. قیافم هم خوبه، پیشنهاد زیادی داشتم ولی نمیتونم اعتماد. چون دنبال رابطه های 2000 نیستم، نمیخوام اکس جمع کنم، واسه خودم میخوام یه رابطه ای باشه، عاشقی کنم فقط به یک پسر که با هم تلاش کنیم کنار هم همه چیو بسازیم. دارم چیزی الان تو تایپات من دنبال یه پسر واسط بگردم، پس مقصود باید وارد جامعه بشی، دو تا پسر رو ببینی با دو تا نفر وارد رابطه، یعنی چی؟ نمیخوام دارم اکس جمع کنم. این باور غلطی برای دخترا. درود به مرام، درود به عظمت. تو یک پسری رو پیدا نکنی باهاش شب نخوابی، یعنی یک ماش مشتاق قطعش توش وارد رابطه نشی، نمیدی بفهم پسر وفاداری یا نکه. پسر خوب از آسمون برای شما فرستاده نمیشه که، پسر خوب از داخل کوچه بازار رو پیدا کنی. راست میگی. اعتراف بعدی. دخترم به تخمم. مدل خود ارضاییم اینجوریه. چقدر نزنین اینقدر جغماله قبا. اصلا سبک برای خودشون پیدا کردم. یعنی چی اینجوری با اینجوری میکنم؟ خود ارضاییم اینجوریه که زن همبسط صبور میکنه خارتو گویدن. اتل متل تو طوله شما دوست پسرم چطوره خوبه هیکلی فقط، اما به یک دقیقه هم نمیرسه که ارضا میشم. تو زن زندگی هستی و تموم خودم خود ارضایی میکنم. چجوری تایمش طولانی تر کنم؟ ببین شما باید فانتزی عوض کنی. ببین مثلا بر فرض مثال شما زن دهن بسته رو فرض میکنی، این دفعه زن دهن باز رو فرض کن. مثلا زنی که رو تخت خوابیده فرض میکنی، این دفعه مردی که رو تخت خوابیده فرض کن. همینجور چیزا. چون اینجوری فکر کن این مدتش خود به خود میره بالا. سلام، من دخترم 23، سن رفته بالا، اصلا خوشم نمیاد. سن رو بیاری پایین‌تر دیگه. 40 سالتون هست، ببین 23 سالم حالم خوب بشه. 97 عروسی کردم با همسرم. یه مشکلی که دارم اینه که نمیتونم خودارضایی رو ترک کنم. هر کاری هم میکنم نمیشه. یک ماه بیخیال میشم، باز فکرش میاد سراغم، بعد انجامش خود شما شماره شوهرتو بده به من باش هماهنگ کنم، یک جوری تو رو بکنه که حالیت نشه. خودارضایی یعنی چی؟ این دیگه مشکل تو نیست، مشکل شوهرته. میدونی چی میگم؟ اینکه زیاد نمیتونه نیازهای جنسی تو رو برطرف کنی، خیلی عادت کردین دیگه. مشکل توه، بعد بری پیش مشاور این مشکلاتو بیان کنی. میخوای شماره‌ت بده به من مثلا اوکی. خب بریم برای اعتراف آخر. امروز توی یکی از کانالای پرم بودم، تو تلگرام یهو فیلم خواهر و مادرم دیدم. هی میگن محتوا من نباشم با کی برمیل خوب شبا، که با همدیگه ور میرفتن بدن نمایی میکنن و همش هم اسم یک پسر رو تو ویدیو میگفتن. چهره خواهرم مشخصه، حالم ازش به هم میخوره، حالا چه خاکی تو سر میریزم. حاجی من اصلا خیلی شدیده. میتونی یه کار دیگه هم بکنی. اگه یک قانونی هستش، قانون اساسی نمیدونم، که اگر طرف مقابل تو داخل چی دیدی، خیانت دیدی، داخل رابطه نامشروع دیدی، میتونی بکشیش. ولی شما میتونی یه کار دیگه بکنی، این که یه کمی با خواهر مادرت ور ببینی، قضیه شیشیه، پسر ببینی، پسر ادب کنی و در نهایت حاجی برو ناموسم میگم یه چک بزن زیر گوش خواهرت، یه چک بزن زیر گوش مادرت. خدای خیلی بی‌غیرت شد ناموسم. گوشت با منه، آروم باش بچه جون. لایک، ساب، کامنت یادتون نره. تا دیدار بعدی و اعترافات بعدی ما رو دنبال کنی. این ویدیو رو حتما ببینید. این ور یا این ور، همون یکی نگاه که خیلی باحاله.